أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 29 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 30 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس 30، یعنی درس 30. درس 30 همچنین به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. این کلمه های نو عبارت هستند از این که میگوید تمرون. تمرون یعنی خرما. تمر خرما را میگویند، میوه. بعد از این میگوید تینون. تینون یعنی انجیر، همچنین نام از نامهای میوه ها. بعد از این میگوید زیتونون. زیتون همچنین یکی از میوه ها که ما و شما هم زیتونش میگوییم، میوه که از این روغن گرفته میشود، روغن زیتون. بعد از این میگوید سماء. سماء یعنی که آسمان. سماء آسمان. این اسم مفرد است، جمعش میشود سماوات. سماوات یعنی آسمان ها. بعد از این میگوید مطر. مطر یعنی که باران. مطر باران. اسم مفرد، جمعش می شود امطار. امطار یعنی بارانها. این همچنین جمعی تکسیر است. بعد از این میگوید ثلج. ثلج یعنی برف. ثلج برف. همچنین خنکی هم ثلج میگوید، اما ثلج اصلا برف رو میگویند. ثلوج. ثلوج یعنی برف ها، اسم جمع استین. ثلج مفرد، ثلوج این جمع است، برف ها. بعد از این میگوید ماء المطر. ماء المطر یعنی آبی باران. ماء المطر آبی باران. بعد از این میگوید وردون. در گذشته ما شما را خوانده بودیم که وردتون. وردون، وردتون هر دینها گل می شود. وردون یعنی گل، یا وردتون هم همچنین گل، اما وردتون می شود بگیم یک دانه گل. وردون این جمع می شود. ورودون گلها، این جمع وردون هست. وردون یک دانه گل، ورودون گلها. بعد از این میگوید زرعون. زرعون یعنی زراعت، کشتکار، زراعتکاری، دهقانی. زرعون زراعت. بعد از این میگوید جمعش میشود زروعون، یعنی زراعت ها، کشتکارها. این جمعی تکسیر است همچنین. بعد از این میگوید مفیدون. مفیدون یعنی فایدناک، همچنین نافعون فایدناک. هر دینها ترجمهش فایده آور، فایده بخش، فایده رسان، همینطور ترجمه کرده می شود. هر دین ها اسم فاعل هستند، هر دویشون اسم فاعل هستند. یعنی که یکمش که مفیدون اسم فاعل از غیر ثلاثی مجرد هست، از باب هفتم از 22 باب صرفی باب هفتم است. یعنی که افاد یفید و افادتن. افاد فایده رسانید یا فایده گرفت، یفید فایده میگیرد، افادتن فایده رساندن، فایده گرفتن. پس مفیدون یعنی فایده رسان یا فایده بخشیدن. پس مفید اسم فاعل است، اصلش مفیدون بود.
این کسره که در پایان ف میبینید این اصلا از یا است. اون ف ساکن بود. مفیدون و مثل مکرمون اسم فاعل. اما حرکت در یا ثقیل بود، ما قبل یا حرف ف ساکن که بود حرکت یا را در ما قبل دادن شد مفیدون. دقت دادید؟ مفید اصل مفیدون ای و مثل مکرمون، اما حرکت یا را در ف دادن شد مفیدون اسم فاعل است. بعد از این میگوید نافعون. نافعون همچنین فایده رسان، از نفع ینفعو گرفتگی هستند، از باب سیوم، از باب منع یمنعو، فتح یفتحو. نافعون از نفع فایده رسانید، ینفع فایده میرساند، نافعون فایده رسان اسم فاعل است. هر دوشون هم اسم فاعل هستند، هر دوشون هم ترجمهشون یک می باشد. بعد از این میگوید سأله. سأله یعنی پرسید. سأله سوال کرد. یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگوید چی میگوید؟ میگوید که سألت پرسید و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یسألو. یسألو یعنی سوال میکند و یک مرد. یسألو سوال میکند یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوید میگوید تسألو یعنی سوال میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر این ما دو نمود فعل امر گفته میتونیم بگیم اسأل یعنی سوال کن، میشود بگیم که سل. سل همچنین به معنای سوال کردن است، اسم فعل امر است. سل اسأل هر دوش ترجمهش سوال کن، فعل امری مذکر. اگر زن باشد میگیم اسألی یا سلی، این طور گفته می شود. بعد از این سؤالون. سؤالون این مصدر است یعنی سوال کردن. سؤالون سوال کردن. پس سأل یسألو از باب سیوم است، از باب منع یمنعو. ما گفته بودیم باب سیوم شرط دارد که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس در سأله آیا حرف حلق است؟ بله. اون حرف حلق چی است؟ این همزه. همزه عین باب است. سأله فعله عین باب که است، حرف حلق که است. پس میتواند که سأله یسألو از سیوم باب باشد. شرطش موافقت میکند و خودشم از سیوم باب هست. سأله یسألو باب سیوم ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید رسمه. رسمه یعنی رسم کشید و یک مرد در زمان گذشته. زن رو بگوییم بگیم رسمت، رسم کشید و زن در زمان گذشته. این فعل ماضی بود. فعل مضارعش میشود یرسمو یعنی رسم میکشد و مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم ترسمو، رسم میکشد و زن در زمان آینده. پس فعل امرش چی میشده است؟ ارسم. ارسم یعنی رسم بکش، و مثل انصر ارسم رسم بکش. رسمون رسم کشیدن این مصدر است، بهتر بگم رسمن رسم کشیدن. پس این رسم یرسمو از باب یکم است، از باب نصر ینصرو است، از باب یکم ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید قال. قال فعل ماضی است، گفت و یک مرد در زمان گذشته. و فعل ماضی اگر از زن بگوییم گفت میگیم قالت، گفت و یک زن در زمان گذشته. فعل ماضی. فعل مضارعش چی میشود؟ میشود یقولو، میگوید و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تقولو، میگوید و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش قل، بگو تو یک مرد. اگر زن رو بگیم میگیم قولی، بگو تو یک زن. بعد از این میگوید قولون. قولون یعنی گفتن. قولون گفتن این مصدر است. پس قال یقولو همچنین از باب نصر ینصرو است، اما این رو اجوف میگویند. اصلی قال قوله بود. قال را اصلش چی است؟ قوله به مثل نصر. واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم شد قاله. پس اگر قاله بر وزن چی است؟
میگیم بر وزن نصره، یعنی اصلش میگوییم بر وزن نصره. از باب چنده؟ باب یکم، از باب نصره ینصرو. پس یقولو، یقولو در اصل چی بود؟ در اصل یقولو بود، واو ضمه داشت، به مثل ین سورو، قاف ساکن بود، یقولو ین سورو. اما حرکت واو، واو حرف علت است، حرکت در واو ثقیل که بود، حرکت در ما قبلش دادیم حرف قاف ده شد یقولو. پس یک از بگید یقولو بر وزن چی است؟ میگیم بر وزن یفعولو، یعنی اصلش میگویم، یا میگیم از باب ینصرو اصلش رو میگیم. بعد از اونه که حرکت رو جایش رو تغییر دادیم به این ما کار نداریم، اصلش در وزن گفته میشود. بعد از این میگوید سقا، سقا یعنی که آب داد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم سقط، سقط. این یا الیفی که در آخرش میبینید این حذف میشود، سقط یعنی آب داد و یک زن. بعد از این یسقی، یسقی یعنی آب میدهد و یک مرد در زمان آینده. زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم تسقی، یعنی تو آب میدی یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ اسقی. این یایی که در آخرش هست را حذف میکنه به سبب جزم، علامت جزمش حذف حرف علت میشود. اسقی یعنی آب بده تو یک مرد. اگر زن رو بگیم پس میگیم اسقی. یا یای دیگر بیاریم، او این یا نیست، اون یای مخاطبه مؤنث است. اسقی آب بده تو یک زن. بعد از این میگه سقیون، سقیون یعنی چی؟ یعنی آب دادن، این مصدر است. سقیون یعنی که آب دادن. پس این فعل ناقص است، ناقصی یایی است. سقا در اصل سقیه است و از بابی ضرب یضربو است، از دویم باب ثلاثی مجرد است. سقا در اصل چه؟ سقیه، به مثل چی؟ به مثل ضرب. اما سقیه یا متحرک ما قبل مفتوح ق، قاف مفتوح بود، یا مفتوح، یا ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم شد سقا. دیدید؟ سقا میگیم برای همین سبب، یا بود یا قلب الف شد پس میگن سقا. اما با مثل خانه یا نوشته میشود، زمین که اصلش یا است، با مثل خانه یا نوشته میشود. سقا یعنی آب داد و یک مرد. اما در سقط آب داد و یک زن در اونجا حذف میشود. سقیت بود یا مترجم قلب مفتوح قلب الف میشه سقات، التقاء ساکنه میشه، الف حذف میکنه میشه سقط، یعنی آب داد و یک زن. اینها را در صرف میر با تفصیل خوندگی هستیم، همچون یک یادرس ذکر کرده ایستادم. بعد از این میگوید یسقی، یسقی در اصل یسقیو بود، به مثل چی؟ به مثل یضربو، آخرش دمه داشت، یسقیو. اما دمه بر یا ثقیل که بود، دمه را گرفتیم شد یا ساکن، پس می شود یسقی. یسقی یعنی که آب می دهد وی یک مرد. یسقی پس معناش چی می شود؟ آب می دهد وی یک مرد. آب دادن رو می گوین، آب می دهد وی یک مرد. یسقی یا ساکن است. حرکت چه گرفتیم؟ برای ثقل. یک از بگه برای چه گرفتی؟ با مثل یضربون نمیگوی، میگیم برای ثقل. پس یسقی یک از بگه بر وزن چیست؟ میگیم بر وزن یفعلو، با مثل یضربو. سقا بر وزن فعل، با مثل ضرب. دقت دادید؟ بعد از این میگه لماذا، لماذا یعنی برای چی؟ لماذا برای چی؟ سوال است، سوالی است. بعد از میگه قیل له، گفته شد برای وی. قیل له یعنی گفته شد برای وی. قیل مجهول این من قاله است. قاله گفت و یک مرد، قیل گفته شد، به خاطر اینکه مجهول شد. قیل له گفته شد برای وی، هو ضمیر برای مذکر، برای وی مرد. قیل گفته شد. اصلش چی بود؟ اصل قیله است. به مثل نصره را مجهول کنه میشه و نوصیره، نوصیره. اکنون در چیکار کردیم؟ قیله بود. یا را حرکت چه بعد سلب حرکت ما قبل، یعنی قو حرکت چه گرفتیم، یا را حرکتش قویی بود، یا را حرکت چه در قاف دادیم شد قی، یا ساکن شد قیله. اصلش قیله است، مثل نوصیره.
قیل له، گفته شد برای وی. بعد از این میگه لا ادری. لا ادری یعنی نمیدانم. اینجا در لای نافیه است، لای ناهیه نیست. لا ادری نمیدانم. ادری در اصل ادریو بود، یا حرکت ثقیل کی بود، یا اگر حرکت چه گرفتیم پارت افتیم شد ادری. لا ادری یعنی نمیدانم من. اصل چی است؟ لا ادری یو است. حرکت چه که گرفتیم شد لا ادری به این طریق، یا ساکن. پس در این یسقی همچنین یا باید چی باشد؟ ساکن باشد. یسقی. لا ادری برای ثقیل بودن یا را حرکت چه گرفتیم یا ساکن شد. بعد از این میگوید نزل المطر یعنی باران بارید. نزل المطر یعنی چی؟ یعنی که باران بارید. نزله به معنای فرامدن، لیکن در اینجا به معنای چی است؟ باریدن. نزل المطر یعنی فرامد باران، اما با تاجیکی ما شما چی میگیم؟ باران بارید. پس این از کلمه های نوی درس سیوم. کلمه های نو اینها باید حفظ کرده شود با تمامی نازکی هایش. بعد از این میگذاریم به حوار گفتگوی درس سیوم. صاحب کتاب در این حوار میگوید سألت میسون اختها. میگوید پرسید میسون خواهرش را. میسون نام زن است، اختها خواهرش را. سألت فعل ماضی مؤنث که است، از این حساب با خودش ته مؤنث آوردیم، فاعلش مؤنث است. میسون غیر منصرف که است، برام خودی تنوین قبول نکرد. میسونو تنوین قبول نمیکند. میسون فاعل سألت است، اخته مفعول بهی است، اخته مضاف، ها مضاف الیه است. پرسید میسون خواهرش را. چی پرسید؟ گفت این سالمون، در کجاش سالم؟ این سالمون در کجاش سالم؟ این ظرف متعلقش خبر مقدم، سالمون مبتدا مؤخر. از این حساب میگیم در کجا است سالم، یا سالم در کجا است. بعد از این میگه قالت لها، گفت برای وی. قالت فاعل ضمیر مستتر تقدیر هی میشود، برای معلوم است که زن گفته ایستاده است. قالت لها، گفت برای وی. لها ها ضمیر برمیگردد به میسون، به میسون برمیگردد، یعنی گفت برای وی. قالت هی ضمیرش برمیگرده به اخت، خواهر میسون گفت. لها برای میسون گفت، ها ضمیر به سوی میسون است. اما قالت ضمیر تقدیر هی برمیگرده به اخت، خواهرش. خواهرش چی گفت؟ گفت که سالمون فی البستانی، گفت سالم در باغ است، در بستان است. بستان یعنی باغ. سالمون فی البستانی، سالم در باغ است. سالمون مبتدا، فی البستانی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. در اینجا میگیم خبر شبیه جمله است. شبیه جمله دو نمود بود، جار و مجرور ظرف. در اینجا شبیه جمله جار و مجرور خبر سالمون مبتدا است، یعنی غیری مفرد است. خبر غیری مفرد است. بعد از این میگه و این فراسون، و فراس در کجا است؟ این باز متعلقش خبر مقدم، فراسون مبتدا مؤخر. فراسون نام آدم است. این فراسون و در کجاست فراس؟ میگه فراسون یرسم فی البیت. فراس میگه رسم میکشد در خانه. فراسون مبتدا، یرسم جمله فعلی در محل رفع، خبری فراسون مبتدا، خبری فراس میشد. یرسم فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، فاعله ضمیر مستتر تقدیر هو، برمیگرده به فراس. فی البیتی جار و مجرور متعلق به یرسمو. میگه فراسون یرسمو فی البیتی، فراس رسم میکشد در خانه. بعد از این میگوید ماذا یرسمو فراسون، یعنی چی رسم میکشد فراس؟ ماذا چی؟ یرسمو فراسون رسم میکشد فراس. فراسون فاعل چی است؟ یرسمو است. میگه هو یرسمو وردن، وی رسم میکشد گل را، یعنی وی رسم گل را میکشد. هو مبتدا، یرسمو جمله فعلی در محل رفع خبر یرسمو، خبر هو در اینجا خبر غیری مفرد است. یرسمو را فاعلش هو، وردن مفعول بهی است. وردن مفعول به است، برای خاطر منصوب است. هو یرسمو وردن، وی رسم گل میکشد. بعد از این میگوید رسم گل را میکشد، هم بگه میشد، برای مفعول بهی است. بعد از این میگوید فی بلادنا تمر و تین و زیتون،
یعنی در شهرهای ما، فی بلادنا یعنی در شهرهای ما خرما و انجیر و زیتون است. فی بلادنا جار و مجرور مطابق کن خبر مقدم، تمرون مبتدا مؤخر، واو و عاطفه تینون عطف در جای تمرون، واو و عاطفه زیتون عطف در جای تینون. از این حساب همش مرفوع شده است. ببینید تمرون، تینون، زیتونون با یک دیگر عطف شدگی هستند. فی بلادنا یعنی هست در شهر ما تمرون و تینون و زیتونون، خرما و انجیر و زیتون. بعد از این میگوید المطر ینزل فتقول زینب، باران میبارد پس میگوید زینب. المطر ینزل فتقول زینب، باران میبارد پس میگوید زینب. المطر مبتدا، ینزل جمله فعلی در محل رفع خبر مبتدا. در اینجا خبر غیر مفرد است. ینزل فاعلش کی جاده است؟ ینزل هو است، فاعلش هو است، بر میگرد به مطر، میبارد. چی میبارد؟ باران میبارد. فتقول پس میگوید زینب، پس میگوید زینب. تقولو فعل مضارع است، فاعلش در کجا است؟ زینبو فاعل است، تنوین را قبول نمیکند به خاطر اینکه غیر منصرف است. فتقول زینبو پس میگوید زینب. هذا المطر، هذا ماء المطر، ماء المطر نافع جدا، میگوید که این آب باران است، آب باران فایده بخش است به نهایت. این آب باران است، آب باران فایده بخش است به نهایت یا فایده ناک است به نهایت. هذا مبتدا، ماء خبر، ماء مضاف، المطر مضاف الیه. ماء المطر، ماء مبتدا، المطر مضاف الیه، ماء با مضاف، المطر مضاف الیه. نافع خبر ماء. جدا برای چی منصوب شد؟ به خاطر مفعول مطلق از فعل محذوف است. اجد جدا، دقت دادید؟ جدا مفعول به برای فعل محذوف است. بعد از این میگوید الورد یرید المطر و الشجر یرید المطر و الزرع یرید المطر. یعنی چی؟ یعنی گل میخواهد باران را و درخت میخواهد باران را و زراعت میخواهد باران را. دقت دادید؟ الورد مبتدا، یرید المطر، یرید فعل مضارع، فاعل و ضمیر تقدیر هو برمیگرده به ورد، المطر مفعول به. پس الورد مبتدا و یرید المطر جمله فعلی در محل رفع خبر مبتدا. و شجر همچنین مبتدا، یرید المطر جمله فعلی خبرش. و زرع همچنین مبتدا، یرید المطر جمله فعلی در محل رفع خبرش. پس در این هر سه این مبتدا را خبرشون میگوید که غیر مفرد هستند، یعنی جمله فعلی هستند. واوی که در بینشون هستند واوها را میتونید واوهای عاطفه بگیرید جمله بر جمله. بعد از این میگوید المطر ینزل من السماء و یسقی الزرع و یسقی الزرع و الثلج ایضا ینزل من السماء. یعنی چه؟ یعنی باران میبارد از آسمان، میفراید یعنی میبارد، باران میبارد از آسمان و آب میدهد زراعت را و برف همچنین، و برف نیز یا همچنین میفراید یا میبارد از آسمان. دقت دادید؟ المطر مبتدا، ینزلو من السماء جمله فعلی خبری، المطر در محل رفع خبرش. ینزلو را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به مطر. ینزلو المطر من السماء، میبارد باران از آسمان. و یسقی واو عاطفه است، یسقی جمله یسقی را عطف میکنه در جای ینزلو، یعنی والمطر یسقی الزرع. پس یسقی فاعلش باز مطر میشود. یسقی یعنی هو ضمیر برمیگرده به مطر. از زرع در اینجا چی است؟ مفعول به است. از زرع مفعول. پس در اینجا میگیم و یسقی الزرع، یا را نمیخونیم، در نوشته میشود، در خوانده نمیشود. و یسقی الزرع فقط در حالت نصب باشد خوانده میشود. مثلا و ان یسقیه باشد، اگر ان که اومد ناصبه ها
پس یا خوانده می شود، اما در غیر این حالت رفع و نصبش خوانده نمی شود و حالت رفعش خوانده نمی شود، حالت نصبش خوانده می شود، حالت جزمش حذف می شود، از بین می رود این یا، فقط حالت رفعش خوانده نمی شود. میگم و یسقی الزرع، یعنی زیرا و آب میدید. یسقی فعل مضارع مرفوع علامت رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها، الضمه المقدره على الياء منع من ظهورها الثقل میگید وزمینی میشه بگید و یسقیو، اما عرب گفت نه این ثقیل است وزمین است، من این تو تلفظ نمیکنم پس را ساکن کرد. از زرع مفعول به و ثلجو مبتدا است. ایضا چی است؟ ایضا این مفعول مطلق برای فعل محذوف است. آضا یعید ایضا مفعول مطلق است از فعل محذوف. پس ینزلو جمله فعلی خبر الثلجو است. ثلجو را مبتدا گفته، ینزلو جمله فعلی در محل رفع خبر ثلجو می شود. ینزلو را فاعلش چی است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو است، برمیگرده به ثلج. من السماء جار مجرور متعلق به ینزلو. بعد از این میگه المطر نافع لنا وللزرع، میگه که باران فایده‌ناک است، فایده بخش است برای ما و برای زراعت، برای کشت و کار. المطر مبتدا نافع خبر، لنا جار و مجرور متعلق به نافعون، متعلق به نافعون. وللزرع و یعطف للزرع جار و مجرور و مثل لنا متعلق به نافعون می شود، عطف است در جای لنا. دقت دادید؟ المطر مبتدا نافعون خبر. در اینجا میگه خبر مفرد است، یعنی شبیه جمله یا جمله نیست. بعد از این میگوید یقول زیادون، میگوید زیاد. یقول فعل مضارع فاعلش چی است؟ زیادون. زیادون فاعل است، مرفوع است برای مخاطر. یقول زیادون میگوید زیاد. این دار اسماء، در کجاست خانه اسماء؟ دار را دیگه میشود خانه بگیم، حولی هم بگیم میشود حولی اسماء، یا که خانه اسماء. در کجاست خانه اسماء؟ این جار و مجرور متعلق به کائن خبر مقدم، دارو مبتدا مؤخر، دارو مضاف، اسماء مضاف الیه، اسماء مضاف الیه مجرور و علامت جر الفتح نیابه عن الکسرة. به خاطر چی؟ به خاطر غیر منصرف است. پس الله در قرآن میگوید که این هی الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم. ببینید که این هی الا اسماء گفت الله، اسماء در جا تنوینش داد. پس اسماء غیر منصرف است، اسماء منصرف است، تنوین قبول میکند. اینجا چرا غیر منصرف شد؟ این نازکی را دقت بدید. اینجا چرا غیر منصرف شد؟ یادم شما را تا دلیل بیاره. پس چی میگوید؟ میگه که اینجا اسماء نام زن هست، علم هست و نام زن هست و در آخرش الف ممدوده معنیش زایده دارد، از این حساب غیر منصرف شد. اونجا الله میگه این هی اسماء با تنوین میخونش، او چی هست؟ اون اسماء جمع اسمون هست، جمع اسمون، و در اونجا علم نیست، یعنی نام زن نیست، یعنی نام ها. پس در اونجا اسماء یا در هر جایی که اسماء به معنای نام ها باشد او منصرف است، تنوین قبول میکند. در هر جایی که اسماء نام زن ماندگی باشد، نام دختر، نام زن اگر اسماء باشد او غیر منصرف میشود. این نازکی را دقت بدید. این دار و اسماء، اسماء اکنون غیر منصرف شد، برای نام زن است. خانه اسماء میگه در کجا است؟ قیل له، گفته شد برای وی، یعنی گوینده را نمیدونن که کی است، برای هم خود گفت که قیل له، گفته شد برای وی، یعنی همون زیاده. هو له، هو ضمیر برمیگره به زیاد، گفته شد برای زیاد. دار و اسماء لیس ببعید، یعنی خانه اسماء دور نیست، خانه اسماء دور نیست. دارو مبتدا، اسماء دارو مضاف، اسماء مضاف الیه مجرور و علامت جره الفتح نیابه عن الکسرة لانه غیر منصرف، چطوری که بیانش کردیم. لیس من اخوات کان، افعال ناقصه. اسمه، اسم لیس، اسم لیس چی است؟ هو است. لیس هو، نیست وی، لیس هو نیست وی. ببعیدین، بی در اینجا بی حرف جری زائده است، بی حرف جری زائده است. بعیدین میگیم
مجرور لفظاً منصوب محلاً. باید میگفت که لیس بعیداً منصوب میشد، به خاطر اینکه خبر لیس منصوب میشود. پس میگه دار اسماء لیس ببعیدین، یعنی خانه اسماء دور نیست، خانه اسماء دور نیست. بعد بی را ترجمه نمیکنم به خاطر اینکه بی حرف جاره زائده است، برای توکید آمدگی است. بعد از این میگه لماذا تريد دارها، برای چی میخواهی تو خانه وی را؟ دقت دادید؟ لماذا، برای چی؟ تريد دارها، میخواهی تو خانه وی را. تريد فعل مضارع مخاطب، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انت، فاعل انت است. داره مفعول به است. تريد ما بارها تکرار کردیم که فعل متعدی است، مفعول به میگیرد. پس داره مفعول به تريد است. داره مضاف، ها ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل جر مضاف الیه. ها ضمیر است برمیگردد به اسماء. بعد از این میگه قال، گفت. فاعلش در کجا است؟ قال فاعلش هو است، در تحتش ضمیر هو، گفت وی، یعنی به زیاد برمیگردد. اريد ان اذهب الیها و آخذ منها کتابی. میگه که اریدو میخواهم ان اذهب الیها، بروم به سوی وی، به سوی خانه وی. ها ضمیر است برمیگردد به دار، یا میشه بگیم الیها الی اسماء، به سوی اسماء. و آخذ منها کتابی، و بگیرم از وی کتابم را. و آخذ منها، بگیرم منها من اسماء کتابی، کتابم را. پس میگه اریدو میخواهم، فعل مضارع مرفوع، فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا، اریدو انا، من میخواهم. ان اذهب، ان ناصبه، اذهب فعل مضارع، اصل اذهبو بود شد اذهبه. برای چی؟ برای در اولش ان ناصبه آمد. الیها جار مجرور متعلق به اذهبه. واو عاطفه آخذه، اصل آخذو بود، عطف شد در جای اذهبه، برای هم خاطری هم شد آخذه، بگیرم از وی منها کتابی، کتابم را. اکنون اریدو ان اذهبه، اریدو فعل متعدی است و مفعول به طلب میکند. مفعول بهش در کجا است؟ مفعول بهش این اذهب الیها، اذهب ان اذهب، ان ناصبه به تعویل مصدر مفعول به اریدو است، یعنی ذهاب الیها، اریدو الذهاب الیها، میخواهم رفتن به سوی خانه وی. و آخذ منها، آخذ در اصل چی بود؟ اخذ، اخذو، ده همزه، ده همزه یکمش متحرک دیمش ساکن، دیم را قلب موافق حرکت ما قبل کردن شد آخذ. پس عطف در جای اذهبه که شد نصب شد آخذ منها کتابی. کتابی در محلی، کتابی میگه مفعول به آخذ است، آخذ هم چنین مفعول به میگیرد. کتابی مفعول به منصوب علامت نصب الفتحه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه میگوید. کتاب مضاف یا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. بعد از این میگه قال طلال، قال طلال، گفت طلال. طلال هم چون نام مرد است. قال فعل ماضی، فاعلش در کجا است؟ طلال فاعلش است. بلال یرید اقلامی یا ابی فقل له لا تأخذ اقلامه. قال الاب و این اقلام بلال؟ قال طلال لا ادری. میگوید که بلال یرید اقلامی، بلال میخواهد قلمهای من را. طلال گفت میگه بلال میخواهد قلمان من را، قلمهای من را. ای یا ابی، ای پدرم. فقل له، پس بگو وی را. فقل فعل امر، بگو وی را. لا تأخذ اقلامه، نگیر قلمهای وی را. همین گپ را بگو ده. لا تأخذ اقلامه، نگیر قلمهای وی را. قال الابو، گفت پدر. و این اقلام بلال، در کجاست قلمهای بلال؟ قال طلال، طلال گفت لا ادری، نمیدانم. دقت دادید؟ میگه که بلالون، اکنون دقت، بلالون مبتدا است. یریدو اقلامی یا ابی، یریدو جمله فعلی در محل رفع، خبر بلالون مبتدا را خبرش است. یریدو فعل مضارع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. فاعلش در کجا است؟ فاعل
ضمیر مستتر تقدیر ان یرید هو برمیگرده به بلال. یرید هو اقلامی، اقلام در محل نصب، محل نصب نه، میگم اقلامی مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدره منع من ظهور اشتغال المحل به حرکت المناسبه. این یا مقابل خودش کسره طلب میکند، از این حساب میم کسره دادیم شد اقلامی. اقلام در محل نصب یا اقلام مفعول به است، پس اقلام مضاف یا مضاف الیه. دیدید یریدو اقلام مفعول به یریدو است. یا ابی، یا حرف ندا، ابی منادا. فقل پس بگو، فعل امر فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت، پس بگو تو، پدرش میگد پس بگو تو، لهو برای وی یعنی بلال، هو ضمیر است برمیگرده به بلال، بگو بلال را لا تأخذ اقلامه، نگیر قلم های وی را. لالای ناهیه است، لا تأخذ آخرش جزم کردید، لالای ناهیه است یعنی نگیر اقلامه قلم های وی را. تأخذ فعل نهی مجزوم است بلای ناهیه و فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت، لا تأخذ انت، نگیر تو. اقلامه مفعول به است، اقلامه مضاف، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. این هو برمیگرده به طلال، اقلامه یعنی اقلام طلال، یعنی قلم های طلال رو نگیر. قال الابو گفت پدر، قال فعل ماضی فاعلش چی است؟ فاعلش الابو، اب فاعل قال است. و این اقلام بلال، این ظرف متعلقش کائنون خبر مقدم، اقلام مبتدا مؤخر، اقلام مضاف، بلال مضاف الیه. قال طلال، قال فعل ماضی فاعلش در کجا است؟ طلال فاعلش است. قال طلال گفت طلال، لا ادری نمیدانم من، لا ادری نمیدانم من. لا لای چی است؟ لای نافیه است، لای ناهیه نیست، لا لای نافیه است. ادری میدانم، لا ادری نمیدانم، پس فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا است. ادری فاعلش ضمیر مستتر تقدیر چی میشود؟ انا. لا ادری یعنی نمیدانم من. بعد از این میگه فقالت عایشه تو، پس میگه گفت عایشه، پس گفت عایشه. فقالت معلوم شد که فاعل چی است؟ مؤنث است، از این ته فهمیدیم که فاعل مؤنث است. پس فاعل قالت در کجا است؟ فاعلش عایشه تو است، مؤنث. عایشه تو برای چی تنوین قبول نکرد؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. فقالت عایشه تو فعل و فاعل. اقلام بلال عندی، قلم های بلال نزدی من است. ایندی را در اینجا دارم من نمیگیم، میگن در نزدی من. ترجمه را دقت دید، در وابسته به جمله ترجمه میکنیم. اقلام بلال عندی یعنی قلم های بلال در نزدی من است. اقلام مبتدا و مضاف، بلال مضاف الیه، عندی ظرف متعلق به کائنون خبر مبتدا، کائنون خبر مبتدا. پس در اینجا خبر را چی میگیم؟ خبر را جمله، خبر را غیر مفرد میگیم و شبه جمله است. عندی ظرف شبه جمله است. بعد از این میگه هذا الكتاب مفید، یعنی این کتاب بسیار فایده رسان است، فایده ناک است. هذا مبتدا الکتاب بدل مفیدون خبر، هذا مبتدا مفیدون خبر. اکنون در اینجا خبر مفرد شد، اسم مفرد، زیرا که مفیدون یک کلمه است. بعد از این میگه ما قلت لی، نگفتی تو من رو، یا که ما قلت لی جرا ما مای نافیه نمیگیریم، ما مای استفهامیه میگیم. چی گفتی؟ ما قلت لی، چی گفتی برای من؟ دقت دادید؟ ما قلت لی، چی گفتی من؟ یا اگر ما را مای استفهامیه، مای نافیه بگیریم، ما قلت لی، نگفتی من رو، سوالیه. ببین ما قلت لی، نگفتی من رو، یا بهتر استفهامیه میگیریم، چی گفتی؟ چی؟ ما را چی ترجمه میکنیم؟ ما قلت لی، چی گفتی من رو؟ ما تريد ان تقول لی، چی میخوای که بگویی من رو؟ ما تريد ان تقول لی، چی میخوای که بگویی من رو؟ قل لی ماذا تريد، قل لی ماذا تريد، یعنی بگو من رو چی میخوای تو؟ دقت دادید؟ قلت له، یا گفتم وی را، یا گفتم برای وی،
اسقی بستاننا فسقاه، یعنی اسقی بستاننا، آب بده باغ ما را، فسقا پس آب داد، ویرا یعنی بستان را. دقت داده اسقی فعل امر است. ببینید سقا یسقی یا داشت، در فعل امر یا حذف شد. اسقی فاعل اسقی چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت، اسقی انت، آب بده تو، بستانه نا، بستانه نا، بستانه مفعول به است، بستانه مضاف نا مضاف الیه، فسقاه پس آب داد، ویرا، سقاه در اینجا فعل فاعل مفعول به است، سقا فعل ماضی، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر هو ضمیر متصل مبنی علی ضم فی محل نصب مفعول به. سقاه در اینجا فعل و فاعل مفعول به است. پس میگه لماذا انت هنا، یعنی برای چی تو اینجا هستی؟ دقت دادید؟ لماذا برای چی؟ انت هنا تو در اینجا هستی. پس این هست حوار درس سیوم. با همین درس سیوم با آخر رسید. تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.